خب دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر درس گراماتیک در کانال یاد بگیر. قسمی که در ویدیو تیک تاک گفتم دوستان عزیز، امروز میریم در مورد گرامر فصل سوم و یا درس سوم کتاب شقیق پلوس آیه یک صحبت بکنیم. مثل همیشه دوستان عزیز، اگر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نکردید و یا دنبال نکردید، لطفاً این کار را بکنید. این برای ما این فرصت را میده که در آینده ویدیوهای با کیفیت بیشتر و با جزئیات بیشتر برای شما عزیزا بسازیم. من گفتن همونه که کاملا رایگان است و تنها یک کلیک نیاز داره. بریم. خب دوست عزیز، قسمی که گفتم در این درس در مورد 4 چیز صحبت میکنیم. موضوع اول سوالاتی هست که ما با بله یعنی یا و یا نه جواب میدیم. موضوع دوم دو نوع سوال هست که یک سوال را زمانی که از ما میکنه ما میتونیم تنها با بله و یا نه خیر گفتن جواب بدیم و شکل دومش هست که با وفقاگه هست. قبلا وفقاگه را یاد گرفتیم، مثل وی و زمانی که با این سوالات باشه این شکل سوالات را ما با بله و یا نه خیر جواب داده نمیتونیم. موضوع سوم دوست عزیز موضوع آرتیکل هست. اساسات آرتیکل را گذاشتیم و امروز میریم که در مورد شکل جدیدی از آرتیکل صحبت بکنیم. نگفته نمونه که دوست عزیز آرتیکل همه آرتیکل است، تنها در قدم دوم یکم تغییراتی داره، اما ما باز هم از مؤسساتی که یاد گرفتیم مثلا متعدی دست استفاده میکنیم که شکل دوم indefinite article و negative article را درست استفاده بکنیم، یعنی شکل دوم از آرتیکل را. موضوع چهارم هم در قسمت اسم ها هست و یا نومن که در مورد اسم هایی که مفرد هست، singular و plural که در مورد اسم های مفرد و جمع هست، در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. و در اخیر در مورد möchten که فعل هست، در مورد صرف از او صحبت هم خواهیم کرد کوتاه، بلکه به اونجا یک نظر را اضافه بکنم، اما در مورد هم صحبت خواهیم کرد. خب تا آخر با ما همراه باشید دوست عزیز. خب گراماتیک هست دوستای عزیز، صفحه 42 یعنی 42 هست، قسمت گراماتیک و کامیونیکاسیون و تابلو اول و یا جدول اول را با خود داریم که در مورد فراگه صحبت میکنه، یعنی یا ناین فراگه. یا قسمی که میدانیم بله معنی میته، ناین نخیر معنی میته، فراگه هم سوال معنی میته دوست عزیز. یادتان باشه ما یک نکته طلایی را در موردش صحبت کرده بودیم دوست عزیز، در مورد پوزیسیون. و چی گفته بودیم؟ گفته بودیم که در آلمانی در آیه یک این شرط هست که را یاد بگیریم، فعل همیشه در قسمت دوم جمله قرار میگیره، در قسمت پوزیسیون 2. به خاطر نوشتاری دوست عزیز معذرت میخوایم، چون که تبلت عمودی هست و من نمیتونم به صورت خیلی راحت بنویسم، باید قلم اینطوری گرفته بنویسم، اما خوانده میشه. خب گفتیم که قانون طلایی هست که در پوزیسیون 2 قرار بگیره، یعنی در موقعیت دوم قرار بگیره. حالا آمدیم گفتیم که اگر فعل haben که فعل داشتن هست و فعل brauchen که گفتیم شکل اول فعل این میخوره، مصدر فعل هست، brauchen به معنی احتیاج داشتن هست دوستای عزیز. خب گفتیم حالا فعل اینجا آمده، یعنی چی شده؟ چرا فعل در موقعیت اول آمده، یعنی در پوزیسیون اول آمده؟ این در وقتی میگه که دوستای عزیز جمله سوالیه باشه، یعنی بخوایم
در مورد چیزی سوال بکنیم، فعل از موقعیت دوم میآید کجا؟ پوزیشن یک و یا موقعیت اول. اگر بخوایم میره کاملا جمله جور بکنیم میتونیم بگیم که wir haben Zucker. اگر یادتون هم باشه این جمله را در مثالهای از لغات یاد گرفتیم، یعنی ما شکر داریم. و یا بخوایم بپرسیم که آیا ما شکر داریم، haben wir Zucker، و جوابش دو چیز میشه، و یا بله یا haben wir میتونیم اضافه بکنیم، و یا تنها میتونیم بگیم یا یعنی بله، و یا میتونیم بگیم که نه، nein. به راحتی دوستای عزیز. brauchst du Reis؟ یکی از شما سوال بکنه مثلا آیا با برنج احتیاج داری؟ میگیم nein، نه ندارم. به همین سادگی دوستای عزیز. تنها چیزی که باید بفهمیم این هست که فعل در اول قرار میگیره و زمانی که اگر در نوشتاری هم دیدیم خیلی راحت میتونیم با علامه سوالیه‌ای که در اخیر است بفهمیم که این یک جمله سوالی هست. این هم بود از بخش Ja Nein Frage، خیلی ساده و آسان. میریم بخش دوم. بخش دوم دوستای عزیز W Frage و Ja Nein Frage هست. در این قسمت دوستای عزیز در W Frage ما نیاز نداریم که فعل را در پوزیشن یک ببریم زمانی که W Frage باشه. مثلا was brauchen Sie؟ پرسان کردیم یعنی از اول، یعنی به چی احتیاج دارید. brauchen was Sie نمیشه، یعنی این یادتان باشه در W Frage فعل را در پوزیشن اول نمیبریم، در اون جایی که قبلا بود همونجا میمونه. اگر خیلی ساده و کوتاه سوال بپرسیم در قسمت Ja Nein Frage فعل باز در اول آمده brauchen Sie Salz، یعنی آیا به نمک احتیاج دارید یا نه. خب فرقی دو تا چی هست دوستای عزیز اگر بخوایم اینا رو با هم دیگه تفاوتش را یاد بگیریم و بخوایم سوال بکنیم. این خیلی ساده است. به زبان فارسی هم دوستای عزیز میپرسیم که آیا به احتیاج داری؟ بله و یا نه خیر. این دو جواب میده، یعنی آیا به احتیاج داری؟ آیا به تلفن احتیاج داری؟ میگیم و انتظاری هم دارم که بله و یا نه خیر بگه. اما زمانی که خواستیم بگیم که مثلا به چی احتیاج داری، سعی کنین اونجا چی آمد، واس، به چی احتیاج داری. وقت ما نمیتونیم بگیم که بله نه خیر یا نه گفته نمیتونیم، در اونجا باید جواب بدیم که به چی ضرورت داریم. Ich brauche Handy، ich brauche ein Handy، یعنی من به یک تلفن نیاز دارم. اون در قسمی جواب میدیم. خب یه بود خیلی ساده دوستای عزیز. اگر با منطق فارسی فکر بکنید اینا میتونیم خیلی راحت درکش بکنیم، نیاز نیست اصلا با منطق آلمانی هم حتی فکر بکنیم. یعنی سوالی که با چه کسی و غیره شروع میشه پوزیشن 2 هست، یعنی با و فراگه شروع میشه، فعل در پوزیشن دوم قرار داره و زمانی که فعل در اول میایه و ترجمهش که در ذهن ما بود با بله و یا نه خیر باشه، جوابش اون چیز است یا نه فراگه، سوال ساده هست دوستای عزیز. خب جدول سوم دوستای عزیز در اینجا یکم ما شما گپ داریم که بزنیم. خب indefiniter Artikel und Negativ Artikel. در این قسمت چی از دوستای عزیز؟ ein که unbestimmter Artikel هست و negative Artikel kein. ما چی گفته بودیم؟ افل چی آرتیکل داشت دوستای عزیز؟ زمانی که اینجا آبی می بود چی می گفتیم؟ در. آرتیکل در دوست آبی هست. ببین همین کلن آبی بنویسیم دوستای عزیز که خب مشخص شوه. در سبز چی بود دوستای عزیز؟ دست. و رنگ گلابی در کتاب داره. رفت. و رنگ گلابی داره. ایرا دوباره می نویسیم دست. ایرا هم دوباره گلابی هم میتونیم بکنیم، سرخ هم میتونیم بکنیم. دی و در اخیر هم در. خب دوستای عزیز این رو دیدیم. فعلا چی باید یاد بگیریم؟ چیزی که باید فعلا یاد بگیریم دوستای عزیز برای ما شما چی هست؟
اگر آرتیکل در داشته باشه و بخوایم بگوییم که مثلا یک سیب بخوایم بگوییم، میگیم که ein Apfel، فقط تنها یک سیب. و یا بخوایم بگوییم که سیب نیست، یعنی kein Apfel، نگاتیو کردیم. در اینجا هم هیچ چیزی را اضافه نکنیم دوستای عزیز. زمانی که اگه بگویه براتون is das ein Apfel، آیا او یک سیب هست، میگن nein das ist kein Apfel، میگن نه یک سیب نیست. kein و ein آرتیکل افل فهمیدیم و فهمیدیم که اضافه نمیگیره. ein یک میشه، نیست میشه، هیچ مشکل نداره. در قسمت دست هم اگر آرتیکل دست بگیره دوستای عزیز ein میشه، kein میشه، هیچ تفاوتی در قسمت نمیه. تنها جایی که فرق داره و یک حرف اضافی میاد دوستای عزیز، این قسمت دی هست، یعنی ein میشه و kein میشه، و هم در زمانهایی که آرتیکلش دی باشه. این منطقه فهمیدیم دوستای عزیز دیگه، کل چیزا خلاص است. و یک خوبی دیگه هم داره دوستای عزیز، زمانی که آمدیم در پلورال یعنی جمع شد، بیشتر از یک شد، یعنی مثلا یک پلاس، یعنی مثلا 2 شد، 3 شد، 4 شد، ما نیاز نیست این را اضافه بکنیم اینجا، چون از یک زیاد است، یعنی این نیاز نیست استفاده بکنیم. و در قسمت نگاتیوش ما همیشه چیزی را که از دی گرفتیم، از دی اینجا گرفتیم که keine بود دوست عزیز، یک را اضافه کردیم، اون را اضافه میکنیم. keine binnen sind das Birnen? Nein. Das sind keine Birnen. به این سادگی دوست عزیز میتونیم که indefinite article و negative article رو بفهمیم. خیلی خلاصه کوتاه میکنم دوست عزیز. در و das اول میبینیم زمانی که کلمه را دیدیم بخوایم بگیم که یک سیب نمیگیم تنها، اگر بخوایم سیب بگیم تا میگیم سیب، اما جمله را اگر یک سیب بخوایم بگیم ein میگیم. سیب چون که آرتیکل دیره داره. ای بگوییم das ای، این همش تفاوت ایجاد نمیکنه. اما اگر بگوییم بنانه، یک موز و یک کیله بگوییم که آرتیکل دی داشته باشه، این را اضافه میکنیم. اگر جمع بود ما قصهش نیستیم، شکل جمع اسم میایه، اصلا نیاز نیست که ein اضافه بکنیم چون از یک زیاد است. اما در قسمت نگاتیوش دوستای عزیز تنها یک ای میاریم و این هم کار ما را خلاص میکنه اینجا. این هم بود قسمت آرتیکل. امیدوارم از به صورت واضح تشریح داده باشم. و موضوع اخیر دوستای عزیز، موضوع نومن singular und plural، یعنی مفرد و جمع. مفرد و جمع. خب هر فعلی را که اگر دیده باشین دوستای عزیز، زمانی که من لغات درس از تیک تاک میمونم، در قسمت فعل یک چی هست؟ کاما هست و در اینجاش مثلا 2 نقطه و یک منفی گذاشته شدگی است، و یا مثلا منفی n و n گذاشته شدگی است. این به این چی معنی میاد دوست عزیز؟ این شکل جمع فعل نشان میده. در آلمانی مثل که در فارسی دوست عزیز سیب ها، ما در فارسی تنها یک ها اضافه میکنیم جمع میشه. اما آلمانی متاسفانه این قسم نیست. در بیشتر اوقات این میخوره، در بعضی اوقات املاوت میخوره، قسمی که میبینین دوستای عزیز، و در بعضی اوقات شکل فعل یک کم تغییر میکنه. خب چیزی که باید بدانیم چی هست دوستای عزیز، زمانی که یک کلمه رو یاد میگیریم، شکل فعل گفتم، شکل کلمه تغییر میکنه. زمانی که کلمات رو یاد گرفتیم دوستای عزیز، باید شکل جمعش هم یاد بگیریم. به خاطر از همین ما تا زمانی که لغات درس را در تیک تاک آپلود میکنم، برای همگیش چیزا میگذارم. این را باید خودتون تنظیم کنین. مثلا این افل و زمانی که 2 نقطه و منفی را دیدین فکر بکنین اوکی افل است، این باید یک املاوت بگیره، جمعش املاوت میشه.
میتونین از دیکشنری چک بکنین، از گوگل چک بکنین، خیلی آسان که در ذهنتون هم ماندگار میشه. میتونین بگین اپفل، سعی کنین املاut گرفت. ein Kuchen، کوخن جمعش جمع، شکل چیز نداره. ein Brot، بروت، سعی کنین به این شکل دوستای عزیز آخرایش تغییر میکنه. در این موارد ما در آینده ها احتمالاً ویدیوهای زیادتر بگذارم، احتمالاً در قسمت آتسفای یک چند چیز هست در این مورد. اما یک نقل دیگه هم دوستای عزیز، کسایی که انگلیسی بلد است، بیشتر کلماتی که از انگلیسی و لاتین آمده آخرش تنها اس اضافه بکنیم میشه. مثلا از کلماتی که یاد گرفتیم پاپا بود که به معنی پدر میشه، پاپاس بگوییم زمانی که یک اس اضافه بکنیم در آخرش به معنی پدرها میاد، یعنی پدرها. و همچنین شبیه از این کلمات خیلی زیاد است دوستای عزیز که از انگلیسی و لاتین آمده و در آخر زمانی که اس دادیم مستقیم شکل جمعش میشه. خب دوستای عزیز، این بود از درس امروزی ما و من کتاب را پیشویم دارم. چیزی که اینجا میبینم صرف فعل مشته هست و این هم یک فعل با قاعده هست. ما کد کلمات کد را یاد گرفتیم که استنتن بود و این از این قاعده برخوردار هست. من خیلی کوتاه میخوانم که چه قسم صرف میشه. دوستای عزیز میتونید در قسمت کامنت بنویسین آیا صرف کلمه را کامل یاد گرفتین و یا بار اول است که یاد میگیرین. Ich möchte، du möchtest، sie möchte، wir möchten، ihr möchtet و sie möchten. این بود دوست عزیز از درس امروز ما. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.